سلام، وقت همگی بخیر. امروز با هم دیگه میخوایم یک کتلت خوشمزه درست کنیم. خب مواد لازم برای یک کتلت حدوداً 4 الی 5 نفر. 3 تا سیب زمینی تقریبا متوسط، 2 تا پیاز متوسط، 2 تا 3 حب هم سیر لازم داریم. میریزیم توی غذا ساز. البته میتونید رندم بکنید هر جور که خودتون دوست دارید. کاملا با هم مخلوطش میکنیم. بعد اینکه کامل مخلوط شد بقیه مواد رو میخوایم بهش اضافه کنیم. راجع به این کتلت یه توضیح بدم. میخوام این کتلت رو با گوشت چرخ کرده سنگدون درست کنم. خواصش رو خیلیاتون شنیدین که خیلی خواص خوبی داره. ویتامین های گروه آ داره، سلنیوم داره، ویتامین گروه ب برای رشد قدی بچه‌ها خیلی خوبه و سطح کلسترول خون رو هم بالا نمیبره و نظر طعم و مزه انصافا شبیه گوشت است. یعنی متوجه نمیشید که گوشت سنگدون مرغ استفاده شده. خب من برای این مقدار بودن 250 گرم گوشت سنگدون مرغ ریختم، یک مقدار گوشت چرخ کرده و کمی هم سویا. البته اینم اختیاری، میتونید اضافه نکنید، به خودتون مربوط میشه. ادویجاتی که من براش استفاده کردم: زنجبیل، پودر انبه، پاپریکا، کمی پودر کاری و سماق و پول بیبر که باز هم سلیقه‌ایه، میتونید ازش زیره هم استفاده کنید، اما من زیره دوست ندارم و نمیریزم. در نهایت یه قاشق پرم آرد نخودچی میریزیم برای اینکه آب اضافی پیاز و سیب زمینیمون رو بگیره. کاملا با هم مخلوطش میکنیم. A few moments later. خب وقتی کاملا اینا با هم دیگه مخلوط شد دیگه نوبت به این میرسه که بنازیم تو روغن داغ و سرخش کنیم. خب این اولین ویدیویی که ما داریم میگیریم به اصرار خواهرزادم که اتفاقا به من میگه عمه. یه جور عجیب غریبه ولی خب چون بچهای برادرم زیادن همیشه به من عمه گفتن، این یه دونه از اسمونه به من میگه عمه. یه خورده اگه توپق میزنیم یه خورده استرس داریم ببخشید، چون اولین ویدیومونه. حالا ان شاءالله تو دفعه بعد سعی می‌کنیم که خود همچین بروزتر و جدی‌تر برنامه رو اجرا کنیم. 2 hours later. خب موادمون رو کاملا با هم دیگه مخلوط میکنیم. بعد آخر سرش خود البته بعد همون موقع میزنیم، من یادم رفته بود نمک هم بهش میزنیم و موادمون کامل مخلوط میشه تا ان شاءالله با هم دیگه سرخش کنیم. خب نوبت رسید به سرخ کردن کتلتامون. روغن میریزیم یه مقداری کوچولو داغ بشه، بعد شروع میکنیم کتلتامون درست میکنیم. خب اول میخوایم کتلتامون رو یکی یکی درست کنیم، کاملا همه رو اندازه کنیم تو ظرف بذاریم که بعد یه دفعه بندازیمشون توی روغن داغ. خب ولی فکر کنم نمیشه. اومدیم یه خود چوسی رفتار کنیم ولی نمیشه. از این ظرف دوباره برداریم بذاریم تو مایتابه باز میشه. آره به خاطر همون دیگه یه دونه درست میکنیم و از همجا مستقیم منتقلش میکنیم به مایتابه. اینجوری همچین منطقی تره. خب همه رو می‌ریزیم تو مایتابه. مواظب شعله باشید، شعله خیلی کم، نه حالا اینقدر کم که سرخ نشه، در حد متوسطی که نسوزه، کاملا مسلوق باشه. 2000 years later. خب دوستان در مایتابه هم بذارید، یادم نبود بهتون بگم. حدودا یه ربع میگذره کاملا یه طرفش سرخ شد، آروم آروم برمیگردیم تا طرف دیگه‌ش هم سرخ شه. طرف این ورش هم که برگردونید بازم در مایتابه رو بذارید برای اینکه کاملا موادتون قشنگ مغز پخت بشه. خب کتلت‌های تقریبا سرخ شده، یکی یکی این ور اون ورش میکنیم تا ببینیم کامل دو طرفش سرخ شده و از روغن درش میاریم. همه موادمون رو که ریختیم و سرخ کردیم کامل، بعد گوجه هم حلقه میکنیم تو روغن سرخ میکنیم دیگه. بعدش بچه هر چی دلتون بخواد کنار سبزیجات سرخ کنید بذارید، سلیقه‌ایه. فلفل دلمه میتونید، کدومی، حتی هویج یا نخود فرنگی، خلاصه سلیقه‌ایه دیگه. بپزید و نوش جان کنین. در کنار خانواده همیشه شاد و خرم باشین. خیلی ممنون که به ویدیو ما توجه کردین. خدا نگهدار.